به اول ویدیو کانال من یعنی نال خوش اومدید. آره من به جی تی ای، حالا عکس کانال ممکنه برای ماینکرافت باشه. خفه شو بابا. هم به ادوار هم ماینکرافت داریم هم به جی تی ای رول پلی. من الان باید برم اینجا آف دیوتی کنم. با اون بازی نکن. تاکسی هم نداریم. خواهی زیاد بلند پروازی بکنی به ناموسم پراد قیشی میکنم. ناشنی بکن تاکسی ها صفره یا 01 چون منم تاکسی هم. بعد فقط آن دیوتی بودم، از سرور افتادم بیرون، آن دیوتی موندم دیگه. بادو بادو تو اپال کانال دارم اونو، حالا احتمالا دیگه ول کنم بیام حالا تو یوتیوب. سابسکرایب سلام. کسی اینجا رد نمیشه بهش بگم هم برسونه. نمیدونم چون یه نفر توی سرور ولی لگ نیست. رد میچرخه نمی رو بری استریممون توی آپاراتش، چون که توی یوتیوب خیلی سخت تر استریم کردن. من که همین تو آپارات فقط استریم میکنیم دیگه باک تر شد. درخواست جدید ثبت شد. خب من ماشین ندارم که به من دنبال بنده خدا قبولش نمیکنم فعلا. پول بگیریم حداقل یکم. تاکسیرانی پولش بدک نیست توی ریدلاین. من نظرم نه این تاکسی هم چیزی نمیخواد، آزمون چیزی نمیخواد. توجه بعد از اینکه این یوتیوبر این حرفو زد نصف تاکسیکاران استفاده دادن از شغلشان. بدشیش مثلا من هیچ بلد نبودم، من عضو کردم بازم. همچنین قانون خاصی نداره تاکسی. آره ای بابا میگم سلام، نمیدونم چرا چون CK داد به مازم من که کلاس هفتم ولی خیلی سلام چگونه هست، نمیدونم چرا میگم اف مینی. بچه اونا که اول بازی میگن توی ریدلاین اگه اف مینیو بزنن 3,500,000 میاد توی دستشون. 3,500,000 هم توی بانک دارن و هم خفه شو بابا. چه 7,000,000. ولی من اینو نمیدونستم. 3,500,000 اول رفتم آی مثلا یه ماشین خریدم 2,700. بریم آن دیوتی کنیم. درخواستشو قبول نمی‌کنم، آف دیوتی میکنم یکم بریم بیشتر بگردم. حالا بریم پارکینگ مرکزی که اینجاست. در رو بسته است. Herkese salam.